یه تصادف یه خواننده خوش صدا رو به ICU کشونده و کسی از سرنوشتش خبر نداره. حمیدرضا حامی ملقب به حامیم سه‌شنبه شب توی بلوار نیایش تصادف میکنه و از همون موقع به کما میره. این خبر رو شرکت تهیه کننده آراد به اطلاع مردم رسونده. حامیم متولد بهمن ماه 76 و یکی از خواننده های پاپ نسل جوانه که سال 99 اولین قطعات خودش رو منتشر کرد. نوع خاص خوانندگی و کلمات آرامش بخش و عاشقانه باعث شد که بین قشر جوان مخصوصا زوجای جوان خیلی پرطرفدار بشه. بهترین آهنگش هم تا الان روز سفید بوده که خیلی ها شنیدنش. البته گویا ایشون توی خانواده ثروتمندی توی لواسون به دنیا آمده که توی پیشرفت روند موسیقیش هم موثر بوده. هر کی حامیم و دوست داره لایک کنه و واسه سلامتیش هم یه دعای خوب بنویسه. خیلی ممنون.